اما ایلیا کیوا نماینده سابق پارلمان اوکراین در پارکی در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید. این نماینده که در پارلمان کیف از حامیان روسیه بوده، 1 ماه قبل از حمله نظامی روسیه به اوکراین به کیف فرار کرد و دائما مقامات اوکراین و سیاست‌های این کشور رو در محافل مختلف به خصوص رسانه‌های دولتی روسیه نقد می‌کرد. قتل او به سرویس امنیتی اوکراین نسبت داده شده و منابع آگاه اوکراینی به رویترز گفتن سرویس امنیتی اوکراین این سیاستمدار 46 ساله رو به قتل رسونده. همکارم پوتکین آذرمر اینجا در استودیو همراه ماست تا به ما توضیحات بیشتری بده. پوتکین خوش آمدی. چرا کشته شدن ایلیا کیوا اینقدر در مسکو خبرساز شده و سر صدا کرده؟ در واقع 2 تن از طرفدارای پوتین از دیروز تا حالا کشته شدن. یکی همین ایلیا کیوا که گفتین، یکی هم اولگ پاپوف در منطقه لوهانسک که در اثر انفجار ماشینش کشته شده. ولی ایلیا کیوا مخصوصا خیلی چهره متنفری در اوکراین بودش و کشته شدن اون یه موفقیتی برای سرویس‌های امنیتی اوکراین. برای اینکه الان ببینید مدت‌ها هستش که اوکراین موفقیت چندانی در جنگ نداشته. ضد حمله‌ای که ادعا می‌کردن که باعث خواهد شد که روسیه برگرده به پشت مرزهای خودش و عقب نشینی بکنه اتفاق نیفتاده. از اون طرف هم جنگ اسرائیل و حماس باعث شده که اصلا دیگه راجع به جنگ اوکراین زیاد نشنیم و در رسانه‌ها زیاد مطرح نباشه. بنابراین کشته شدن کیوا در داخل خاک روسیه در یه حومه مرفه نشین مسکو و همزمان با سفر پوتین به امارات یه موفقیت بزرگ میشه و دوباره نظر رسانه‌ها رو به جنگ در اوکراین و اتفاقات اوکراین جلب کرده. از این نظر موفقیت برای سرویس‌های امنیتشون حساب میشه. پوتکین، اوکراین چطوری تونسته این عملیات رو توی خاک روسیه انجام بده؟ من فکر می‌کنم یه چیزی که خیلی به سرویس‌های امنیتی اوکراین کمک کرده که بتونن کیوا رو در حومه مسکو بکشن، علاقه بیش از حدش به رسانه‌های اجتماعی به خصوص در کانال تلگرامش بود. ببینید کانال تلگرامش که اگر ببینید مرتب از خودش فیلم و تصویر می‌ذاشت، یعنی از اول صبح مشخص بودش که کجا داره قدم میزنه، کدوم رستوران میره، کدوم ورزشگاه داره میره و این باعث میشد که اون داده‌های لازم رو به سرویس‌های امنیتی اوکراین بده که بتونن هم موقعیتش رو شناسایی بکنن و هم ساعت‌های رفت و آمدش رو. سپاسگزارم از توضیحاتت.